اول توضیح بدم که نظریه گروه چیه. خیلی مختصر و مفید. نظریه گروه یعنی مطالعه تقارن‌ها تو فیزیک و حتی تو ریاضیات. حالا به چه معنا این واژه‌ها به مرور براتون معنی پیدا میکنه. و خیلی جالبه که فیزیکدونا تو قرن، یعنی بعد از اینکه تقریبا معادلات ماکسول کامل شد، متوجه شدن که مخصوصا دوره‌ای که کوانتوم مکانیکس رشد کرد، یعنی توی اوایل کالا منظورم تو یک سوم قرن بیستم، اوایل یک سوم قرن بیستم متوجه شدن که ساختار ریاضی نظریات فیزیک به شدت غنیه و این غنا به خاطر یک بخشی از ریاضیات به اسم همین گروپ تئوری که شما قرار اینجا باش آشنایی پیدا کنید و خیلی از این ساختارهای ریاضی فیزیک از دل این نظریه در میاد. از نسبیت خاص بگیرید تا بخشای از کوانتوم مکانیکس، من میتونم بهتون نشون بدم که چه شکلی معادلاتی که اونجا به دست میان چه شکلی از در این نظریه تقارن در میاد و خیلی از این بخش‌ها مدیون شخصیه، یه متمتیکال فیزیسیستیه به اسم وایل که خیلی زحمات ایشون بوده که اینها دقیق‌تر مدون بشه و دقیق‌تر مطالعه بشه و خودش هم یک کتاب داره به اسم سیمتریز که شما میتونید کتاب نگاه کنید. کتاب قدیمیه، طبیعتا تو دهه 40-50 نوشته شده فکر کنم، حالا دقیقش نمیدونم، و یک رویکرد مثلا فرض کنید به مکانیک کوانتومی داره با استفاده از نظریه تقارن که حالا میگم ما بهش بگیم گروپ تئوری. امروزه بدون گروپ تئوری دیگه کامل روی فیزیک گسترده شده و شما تو هر شاخه‌ای از فیزیک نظری بخواید برید کار کنید نمیشه که این دانش گروپ تئوری رو نداشته باشید. خب حتما باید یک دانش کلی از گروپ تئوری داشته باشید. خب چرا تقارن مهمه؟ یه بخشی احتمالاً تو درس‌های فیزیکتون تا حالا دیدید. شما استفاده که از تقارن ها می‌کردی بیشتر روی چی بود؟ یعنی تقارن بیشتر به چه دردتون می‌خورد تو فیزیک؟ خیلی هم تاکید می‌کردن احتمالاً تو درساتون مثلا این معادله تقارن داره یا مثلا این فیزیک مسئله تقارن داره، ساده کردن، سیمپلیفای کردن، درسته؟ و گهگاهی حل کردن. این کامل تقارن باعث میشه مسئله به طور کامل حل بشه. حالا قبل از اینکه بگیم نظریه گروه چیه، اون ساختار ساده گروه ها رو توضیح بدیم، جالب بدونید که این ابتدا توسط ریاضیدون ها بیشتر این تقارن مد نظر بود، یعنی مورد توجه قرار گرفت. توی ریاضیات چند مسئله بوده که خیلی مسائل حادی بوده و همه اینو جالب رو فیزیک اثر مستقیم گذاشته، اثر خیلی جدی رو فیزیک گذاشته. برای مثال یکی از این مسائل که حالا من کورس بعدی مثلا نسبیت عام دارم با دربارش حرف بزنم یه کوچولو، مثلا اصول اقلیدس بوده. خب اقلیدس 5 تا اصل داشته، هندسه مسطحه اقلیدسی. اون اصل پنجمش که احتمالاً همتون شنیدید که حالا به انواع و اقسام بیان‌ها داره، از خارج از یک خط مستقیم داشته باشید و یک نقطه خارج از اون خط داشته باشید، فقط میشه مثلا یه خط موازی با از اون نقطه عبور داد که موازی با خط پایینی باشه. حالا بیان‌های مختلفی داریم، کاری به چیز ندارم، که خود این تلاش می‌کردن اینو ثابت کنن و این تلاشی که برای اثبات این می‌کردن چقدر نتایج داشته و نهایتاً فهمیدن که مثلا تو قرن 19 فهمیدن امکان پذیر نیست، این امکان پذیر نیست و این اصل نمیشه ثابت کرد. این اصل باید بپذیرید یا اینکه یه اصل دیگه جاش بذارید و هندسه‌های مختلف دست برید و این مستقیم اثر گذاشت توی تئوری به اسم نسبیت عام، یعنی نسبیت عام از اون ریاضیات استفاده کرد. یا مسئله مهم، این مسئله 2000 سال مثلا طول کشید تا مردم اینو فهمیدن. یا مسئله دیگه ای که خیلی مهم بوده، احتمالاً همتون شنیدید، مسئله مثلا تربیع دایره، نمیدونم شنیدید یا نه. سوال بوده که مثلا فرض کنیم مثلا یک دایره‌ای داشته باشی با یه مساحتی، آیا میشه مثلا یک مربع با همون مساحت تولید کرد، کشید، تنها با استفاده از پرگار و خطکش؟
درسته؟ این سوالی بوده. یا یه چیزی که بهش میگن تسلیس زاویه. سوالی بوده مثلا شما یک زاویه داشته باشید، آیا میتونید با استفاده همون خطکش و پرگار شما بیاید تقسیم کنید به سه قسمت مساوی؟ و مسائل جذاب دیگه ای که حالا تو ریاضیات وجود داشته، حالا مثلا این دو تا مسئله مدت زمان زیادی طول کشیده، یعنی با اینکه مسائل باستانی بوده، یعنی اصلا برمیگشته به زمان مثلا یونانیان باستان سعی می‌کردن اصلا قبل‌تر به بابلیان این مسئله تو ذهنشون بوده، نهایتاً اینا تو قرون جدید بهش پاسخ داده شده. مثلا همین تسلیس زاویه و تربیع دایره و درک دقیق‌تر و فهمش امروزه می‌دونیم نمیشه. خب یه بخش زیادی از درک این مسئله مدیون شخصی به اسم گالوا ریاضیدان فرانسوی بود تو همون سنین پایین. خیلی دنبال این بود که سعی کنه معادلات جبری رو حل کنه، یعنی روابط بسته و ریاضی کاملا روابط بسته، منظورم به معنی که روابطی که بر اساس جمع، ضرب و رادیکال گیری و این چیزا باشه، سعی کنه معادلات جبری رو حل کنه. منظورم از معادله جبری از یه معادله درجه n. منظورم مثلا یک اینجور معادله ای، یه معادله میگن الجبرایکال ایکویشن. خب مثلا اینجور معادله z به توان n به علاوه فرض کنید یک ضریبی اسمشو بذاریم فرض کنید مثلا a z به توان n منهای 1 به علاوه مثلا آخرین ضریب نمیدونم مثلا c دیگه z نداره مساوی با 0. مثلا این a b c تا الی آخر اینها یه سری اعداد حالا مثلا حقیقی هستن فرض کنید، حالا مختلفن، امروز مثلا مختلفن میتونید در نظر بگیریم. سوالی بوده که این معادله رو به ازای چه زدی معادله جواب داره. و این مسئله خودش اصلا این مسئله باستانی و مهمی بوده و ریاضیات مستقل از این که کجای دنیا داشته دیولپ میشده بست پیدا میکرده، ریاضیدان در همه جای دنیا از دنیای اسلام بگیرید تا غربی ها دنبال حل این بودن. این جزء مهمترین مسائلشون بوده و اون تمام مسائلی که بهتون گفتم تسلیس زاویه و نمیدونم تربیع دایره و الی آخر همش تقلیل پیدا میکنه به اینجور معادلاتی نهایتا. و گالوا که از کسانی بوده که دوست داشته این معادله رو ببینه چجوری میتونه حل کنه. خب مثلا حالت درجه یک این n رو میگفتن درجه معادله، اوردر معادله. z مجهول بوده، مثلا این a b c d اینا ضرایب z ضرایب معلومی بودن. طبیعتا شما که جواب این معادله رو بخواید پیدا کنید معنیش اینه که شما باید بتونید z رو بر حسب این ضرایب معلوم پیدا کنید. خب چجوری بر اساس ضرایب معلوم پیدا کنید؟ یعنی بر اساس ترکیب خطی یا ترکیب غیر خطی یا رادیکالی از اینها شروع کنید اینا رو پیدا کنید. تو حالت مثلا n مساوی با 1 خب این معادله خیلی واضح بوده حلش. درسته؟ مثلا z به علاوه مثلا b مساوی z به علاوه فرض کنید a مساوی با 0. خب جواب میشه z مساوی با منهای a. خیلی واضح بود. تو کیس n مساوی با 2 امروزه برای ما راحته، ولی خب اون روز ریاضیات اونقدر پیشرفته نبوده، طبیعتا یکم سخت بوده و خب اینم حل کرده بودن و شما میدونید که معادله درجه 2 رو همتون جوابشو میدونید ها. یک رابطه در واقع دو تا ریشه داره به طور کلی که اون دو تا ریشه شما یه رابطه رادیکالی دارید بر اساس ضرایب. n مساوی با 3 طول کشید تا حلش کنن. n مساوی با 2 رو مثلا مسلمونا حل کرده بودن. n مساوی با 3 هم مسلمونا تقریبا حل کرده بودن با استفاده از اون کانیکال سکشن و اینجور داستانا، با استفاده از مقاطع مخروطی این رو سعی می‌کردن حل کنن. هرچند یه رابطه کاملا بسته مشخصی نداشتن، تکنیکی داشتن برای که خیلی‌هاش مدیون خیام بوده. ولی در کل n مساوی با 3 رابطه خیلی مشخصی نداشته تا حالا همون قرن 19 انجامش میدن، قرن حالا 18 19 انجامش میدن و یک رابطه پیدا میکنن براش، یک رابطه بسته‌ای پیدا میکنن و اینم یعنی یک فرمول کلی پیدا میکنن که چجوری بشه n مساوی با 3 رو حل کرد. که اتفاقا حالا این مساوی با 3 اهمیتی که بعدا هم داشته این بوده که یه جورایی اعداد مختلف هم باش کشف میشه، همزمان باش کشف میشه.
دقت کنید اعداد اینجوری نبودن که به این راحتی فکر کنید اعداد و مردم راحت میفهمیدن. مثلا خیلی طول کشیده مردم عدد 1 2 3 اینا رو میشناختن، ولی مثلا عدد صفر نداشتن. عدد صفر بعدها اضافه شده توی ریاضی. اعداد منفی بعدها اضافه شده. خود عدد منفی باهاش مشکل داشتن. منفی یعنی چی؟ مثلا 1 2 3 میگفتن خب معنی داره دیگه، مثلا 1 سیب 2 سیب 3 تا سیب معنی داره. ولی مثلا منفی 1 سیب یعنی چی؟ خیلی یه مقدار پذیرشش ابتدا سخت بوده، به این راحتی نمیپذیرفتن. که باش اعداد گنگ هم به همین ترتیب، اعداد گنگ هم به مرور وارد ریاضیات میشه و بسط داده میشه. اعداد مختلف هم همین داستانو داشته. جان یه سوال داشتی می‌خواستی بپرسی؟ می‌خوام بگم که چرا سر درجه 2 گفتیم سر درجه 3 به اعداد مختلف رسید؟ بله. خیلی خوب. مثلا اونجا حالتی بود خب اونجا اهمیتی نداشته دیگه، یعنی فرض می‌کردن که زیر رادیکال که میگفتن منفی نباید بشه، معنی نداشته باشه. درسته؟ زیر رادیکال براشون معنی نداشته. درسته کمتر فکر می‌کردن به این. مثلا خب یا جواب نداره یا یه جواب داره یا دو تا جواب داره اینجوری. ولی توی ریشه درجه 3 یه جورایی مجبور میشن رادیکال منهای 1 رو فرض کنن یه چیزی هست. مجبور بودن. چرا؟ چون میتونستن اگه اینو فرض میکردن نهایتا محاسبات انجام میدن رادیکال منهای 1 از بین میرفت. خب نهایتا تو محاسبات از بین میرفت و جواب حقیقی به دست میومد. خب حالا استفادهش که ایراد نداره، وجود نداره، ولی استفادهش هم ایراد نداره. یک کاتالیزوره مثلا، اشکال نداره. ولی خب تو در مدل دو این داستان نبود. نه تاریخچه‌های جذابی داره، میتونید حالا بخونید. این مساوی 4 هم خیلی طول نکشید پیدا کردن. تو این مساوی 5 گیر کردن. حالا گالوا موفق شد یه الگوریتم پیدا کنه که با استفاده از اون الگوریتم که در واقع الگوریتم بود که میومد نگاه میکرد که تقارن‌های این معادله چیه، از روی تقارن‌هایی که این معادله داشت. یه الگوریتم پیدا کرد که اون الگوریتم بهش اجازه میداد که متوجه بشه که هم ریشه ها رو به دست بیاره تا n = 4 دقیقاً فرمول بهتون بده، همین که متوجه بشه که دیگه n = 5 به بالا دیگه شما نمیتونید فرمول بسته‌ای براش پیدا کنید. فرمول بسته‌ای براش وجود نداره. بر اساس رادیکال و جمع و ضرب و این چیزا و بر اساس این پارامترهای A B C D و ضرب معادلتون. و این حالا شد چیزی که الان امروزه بهش میگن نظریه گالوا. حتی خود گالوا اینقدر زنده نبود که این فلوریش شدن این نظریه‌شو ببینه که چقدر اثر گذاشت حتی تو فیزیک. چون که حالا نمیدونم در جریان هستی که گالوا چه بسرش در اومد، آدم سیاسی بود، حالا تو همون سنین پایین تو یک رابطه حالا عاطفی هم افتاده بود و نهایتاً دوئل کرد و طی اون دوئل کشته شد. دوئل anyway این روشی که گالوا پیدا کرد با استفاده از تقارن‌ها اومد این معادله رو تلاش کنه حل کنه یا اینکه در مورد جوابای این معادله حرف بزنه. بعدها که گذشت توی قرن 19 و تو نیمه دوم قرن 19 یه ریاضیدانی که خیلی هم دوست داشت نقاش بشه، اول دوست نداشت ریاضیدان بشه ولی دیگه دست قضا اینو برد به اون سمت، شخصی به اسم سوفوسلی که یه ریاضیدان نروژی بود. این کارای گالوا خیلی روش تأثیر گذاشت. سوفوسلی رو چی کار میکرد؟ روی ODE Ordinary Differential Equation ها و PDE ها Partial Differential Equation ها کار میکرد. و اونجا هم دوباره همین مسئله وجود داره که ما اونا رو با چجوری حل کنیم. شما یک معادله درجه 1 مثلا خطی رو، معادله دیفرانسیل درجه 1 خطی که مثلا چه شکلیه، فرض کنید y یک تابع از x باشه، y پرایم مثلا به علاوه axy مثلا مساوی با صفر. یک معادله فرض کنید خطی خیلی ساده مثلا. یا اگه اینجا هم دوست داره مثلا یک bx هم باشه، مثلا این شبیه اون بخوام بنویسم، بله مثلا bx مساوی با صفر که اینجا y مجهوله و اینجا در واقع y توان نداره. اینجا منظورم از اون پرایم یعنی مشتق y. معادله خیلی شبیه مثلا این معادلات جبریه، نه؟
ولی خب این ذرای وابسته هستن به x و این z قراره بر اساس x به دست بیاد. یعنی اینجا شما نمیخواید یک عدد به دست بیارید ببینید z چه عددیه، اینجا میخواید ببینید y چه تابعیه. از اینجا یه شباهتایی به هم دارم. خب درجه 1 رو میتونستن حل کنم، ساده بوده. ولی نکته جالب اینه که درجه 2 مثلا اینجور معادله ای ax y پرایم به علاوه bxy به علاوه cx مساوی با 0. اینو دیگه در حالت کلی بلد نبودن. شما تمام چیزی که تو معادله دیفرانسیلتون تو سال اول تو ترم 2 میخونید، درسته؟ تمام چیزی که اینجا بهتون یاد میدن حالت خاص اینه، درسته؟ در حالت کلی بلد نبودن اینو حل کنن. هنوزم بلد نیستیم. هنوزم کلی ترین معادله درجه 2 رو بلد نیستیم. بر حسب این ذرایع پیدا کنیم. همش حالت خاصه. حالا غیر خطی ها که وحشتناک میشه. یعنی حالا فرض کن وای توان هم داره. توان 2 داره فرض کن. توان 3 داره، رادیکال داره. اینا که دیگه وحشتناک داره. و از قضا حتی تو فیزیک چرا این اهمیت داره حل این معادله؟ چون مهمترین معادله‌ای که تو فیزیک میشناسیم این معادله شرودینگر، معادله درجه 2 میشه ثابت کرد که یعنی اثباتش هم خیلی کار سختی نیست. اینکه در حالت کلی ترین معادله شرودینگر که واسه است که حالا اشاره تو کوانتوم میخونیم، معادله شرودینگر واسه است که پتانسیلتون چیه منجر میشه به کلی ترین معادله درجه 2. یعنی حل کلی ترین معادله درجه 2 میشه کلی ترین معادله شرودینگر، حل کلی ترین معادله شرودینگر. درسته؟ خیلی اهمیت داره. یکی سوال می‌خواست بپرسه. سی اگه صفر باشه همیشه میتونیم این معادله رو حل کنیم با کاهش مطلب، درسته؟ آره اگه سی صفر باشه نه ربطی نه. منظورم با نظریه اختلاله. نه نظریه اختلال حل نمیکنه، مسئله رو که کامل حل نمیکنه. نظریه اختلال یا پرتربیشن تئوری که یکی از پیشرفت‌های مهم قرن، یعنی تو شکل مدرن جدیدش پیشرفته مهم قرن 20 قرار نیست این مدل رو به طور دقیق حل کنه. قراره شما رو به سولوشن نزدیک کنه، تا دقت دلخواه به سولوشن نزدیک کنه. درسته؟ ولی نه این سی اصطلاحاً که ضریب وای نداره در واقع معادله رو ناهمگن میکنه. اصلا معادله همگن درجه 2 رو ما بلد نیستیم کامل حل کنیم. در واقع میتونید با یه تغییر متغیر نشون بدید این معادله رو همیشه میشه با تغییر متغیر تبدیل کرد به اینجور معادله y زگند x به علاوه مثلا vxy مساوی با 0 فرض کنید در حالت c مساوی با 0 مثلا معادله، یعنی میتونید y پرایم رو یه جوری حذف کنید با تغییر متغیر البته که این y پرایم در واقع این y پرایم اینجا نیست، یه تغییر متغیر یافته است. این معادله شرودینگر. معادلات دیفرانسیلی مشکل اساسی، یعنی مشکل نه، یعنی در واقع یک چیزی که در مورد معادله دیفرانسیل خیلی مهمه این که معادله دیفرانسیل برخلاف این معادلات فقط شکل ظاهری معادله مهم نیست، یه چیز دیگه معادله هم مهمه. چی؟ که برای اینکه بتونید وای رو تعیین کنید شرایط مرزی، یا فقط ممکن شرایط مرزی نباشه، boundary condition problem، یعنی مسئله ممکنه مسئله initial problem، یعنی مسئله یا مقدار اولیه است یا مقدار مرزیه، یعنی مقدار تابع وای رو توی ناحیه‌ای بهتون میدن به شکل اولیه، روی یک ناحیه‌ای بهتون میدن به عنوان دیتای اولیه، یا اینکه وای رو در یه سری نقاط بهتون میدن توی چند تا نقطه به عنوان مثلا شرط مرزی، یا توی یک نقطه بهتون میدن به عنوان شرط اولیه. حالا اون موقعش که برسه توضیح میدم براتون. خب همین که این معادله رو نمیتونستن در کلی حل کنن، لی رو به این فکر انداخت که خب شاید اون ایده‌ای که گالوا داشته اینجا بتونه کار کنه. یعنی من چیکار کنم؟ یعنی بیام دنبال تقارن‌های این معادله بگردم. خب تقارنم فعلا اینجوری فرض کنید. تقارن هر عملیه که شما روی معادله انجام بدید، هر تغییر متغیر یا هر عملی که روی معادله انجام بدید به طوری که جوابای معادله عوض نشه. گالوا هم اینجور چیزی فرض می‌کنه. میگه هر عملی که من رو شکل ظاهری معادله انجام بدم به طوری که جوابا رو عوض نکنن. خب تو چیز خیلی جذابیه.
مفهوم تقارن دیگه. تقارن نمیشه. تقارن یعنی شما دستکاری انجام بدی رو سیستمتون به طوری که سیستمتون فیزیکش عوض نشه، جوابای مسئله عوض نشه. فوقش مثلا از یه جواب بپرید به یه جواب دیگه ولی کلیت جوابات تغییر نکنه. دسته جوابا اون چیزی باشه که در دسترس شماست. و شروع کرد به یافتن تقارن‌ها یک معادل دیفرانسیل. به نظریه بنا گذاشت که امروزه معروف به لی تئوری یا لی، حالا لی گروپ. متوجه شد که در واقع گروه‌های مرتبط با اینجا هم یه گروه وجود داره. تعریف گروه هست که نگفتم. یه گروه وجود داره، گروهی از اعمال وجود داره که این معادله رو اصطلاحاً ناوردا نگه می‌داره، در نتیجه جواب رو دست نمیزنه. اینجا هم یه گروهی از اشیاء ریاضی یا اعمال ریاضی وجود داره که جوابای معادله رو دست نمیزنه. خب و اینجا منجر شد به اینکه بیاد یک تئوری بسازه مثل لی گروپ و لی الجبرا، حالا در واقع جبرهای لی و گروه‌های لی که یه بخش عظیمی از کورس ما در این مورده. خب هرچند هیچ وقت نتونست این معادله رو حل کنه ولی تونست متوجه بشه که یا آیندگان بعدا متوجه شدن که خیلی خوب، درسته شاید نتونیم معادله رو کامل حل کنیم ولی که میتونیم معادله رو ساده سازی کنیم. یعنی یه جایی میتونیم معادله رو خیلی خوب ساده سازی کنیم. دلیل اینکه چرا نمیشه دقیقاً معادله رو حل کرد، یعنی با استفاده گروه‌های لی، مشکل اصلیش همون باندری کاندیشن و اینشوال ولیو پرابلمه. خب اونه که مشکلات ایجاد میکنه و تقارن‌ها رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. چون جوابای معادله میگم فقط به شکل ظاهری معادله وابستگی نداره، به اینکه شما این مقادیر اولیه رو چقدر بهتون بدن، چه مقدار باشه یا شرایط مرزی چی باشه، کلا داستان رو عوض میکنه و میتونه حتی تقارن‌ها رو تحت تاثیر قرار بده. و در واقع حالا خیلی جالب بدونید معادلاتی که شما یکی از مهمترین دست معادلاتی که تو فیزیک می‌خونید معادلات ماکسول اند. برای مثال معادلات ماکسول واقعا کل الکترودینامیک، کلاسیکال الکترودینامیکس بچه‌ها یه چند تا معادله است که معروف معادلات ماکسول. اما این معادلات حلشون چرا سخته؟ سختیشون به اینه که چه شرایط مرزی می‌خوایم رو سیستممون اعمال کنیم. و همین باعث میشه شما یک کتاب بزرگ داشته باشید به اسم مثلا الکترودینامیک جکسون. درسته؟ و نمیتونید در هر شرایطی هم حل کنید مسئله رو. یاد میگیرید که حتی هر شرایطی هم نمیتونید مسئله رو حل کنید. اونجا معادلات ذات معادله درجه 2 ان. حالا که چرا معادلات درجه 2 ان هم خودش داستان داره تو فیزیک. حالا نمیخوام دربارش صحبت کنم. اصلا چرا فیزیک ربط داره با معادله دیفرانسیل، خودش یک داستان داره که حالا فعلا قراره سرش حرف بزنم. خب یه زمانی شاید بگم چرا فیزیک با معادله دیفرانسیل کار میکنه. خب حالا امروزه کجاییم؟ بعدش چه اتفاقی افتاد بچه‌ها؟ بعدش که حالا لی سری کارا انجام داد، پیروان لی هم اومدن اون مسیر رو تو ریاضیات ادامه دادن. به طور اتفاقی متوجه شدن توی مثلا 1930 آدمایی مثلا ویگنر و اینا و خدا وایل که خب تلاششون برای حل معادله بود دیگه. خب متوجه شدن خب کارای لی خیلی اینجا مهم و مؤثر هست توی درک این معادله و حل این معادله. و همین خودش باعث شد که چی؟ نظریه تقارن گروه به شکل وسیعی وارد مکانیک کوانتومی بشه. طوری که امروزه شما مکانیک کوانتومی درک درست اگه بخواید ازش پیدا کنید، ساختار ریاضیشو میگم. خب شما بدون نظریه گروه نمیتونید این کارو انجام بدید. کسی که نظریه گروه خوب بلده، نظریه جبرهای لی و گروه لی رو خوب بلده، میتونه در مورد کوانتوم مکانیکس، بخش ریاضی کوانتوم مکانیکس خوب حرف بزنه. و میتونید بدون که مثلا گهگاهی حتی معادله شرودینگر رو حل کنید، اطلاعات خیلی خوبی در مورد جوابای معادله شرودینگر شما داشته باشید با استفاده از صرفاً تقارن، با استفاده از ایده‌های گروه لی. و خیلی هم طول نکشید، یعنی بازم خود کارهای وایل بود که نسبیت عام هم یه جوری در اومد که آها اونجا هم احتمالاً نظریه گروه لی خیلی کاربرد داره و در واقع اثرش اونجا هم وارد شد. فقط اونجا یه مقدار پیچیدگی‌های دیگه‌ای وجود داره که معادلات غیر خطی ان، هایلی نان لینیرن، خیلی پیچیده ترن و دیگه به این سادگی شاید نباشن، هرچند خودش هم شکل ظاهری شده ما گول بخورید با اینکه خیلی ساده به نظر میاد خیلی پیچیده است حلش. خب ولی اونجا هم خب میتونه کمک کنه به ساده سازی، واسه که چه شرایط مرزی و چه
در واقع حالا شرایط اولیه میتونه وجود داشته باشه، میتونه کمک کنه به حل مسئله. خب امروزه هنوزه این قسمت ریاضی گروه‌های لی و جبرائیلی تو فیزیک متمتیکال فیزیسیست دارن روش کار میکنن، همچنان دارن تلاش میکنن که در واقع اگه بخوام یه جمله بهتر بهتون بگم بچه‌ها اینه که در واقع نظری گروه، حالا گروه‌های لی و جبرهای لی به خصوص که ما ازشون یاد میکنیم به اسم گروه‌های پیوسته که توضیح میدم منظور از گروه پیوسته چیه. ما دو نوع گروه داریم، گروه‌های گسسته و گروه‌های پیوسته. بیشتر در مورد سینماتیک فیزیک صحبت میکنن. یعنی توی تئوری فیزیکی شما میدونید دو قسمت معمولا ما دسته‌بندی میکنیم، نه یه قسمت دینامیک سیستم رو معرفی می‌کنیم. دینامیک کلا به طور کلی ما دینامیک سیستم دنبال دینامیک سیستمیم، تحلیل سیستم به عنوان یک سیستم داینامیکال. این داینامیک دو بخش ما در نظر می‌گیریم. یه بخش سینماتیکه، یعنی مستقل از اینکه چه اینتراکشنی تو سیستم وجود داره. وقتی یک اینتراکشن وجود داره، معادلات چه شکلی رفتار می‌کنن. ما چجوری باید با معادلات دیل کنیم، با معادلات کار کنیم. خب چه اطلاعاتی از معادلات برای ما مهم هست؟ مثلا توی مکانیک کلاسیک سرعت، شتاب، درسته؟ مسیر ذره، اینها رو به عنوان سینماتیک تحلیل اینها رو به عنوان سینماتیک در نظر می‌گیریم، مستقل از این که حالا اینتراکشن چیه، برهم‌کنش چیه. و گروه‌های لی فعلا در این توی فیزیک حتی کوانتوم و نسبیت عام هم فعلا تا این مرحله رشد داده شدن که در مورد سینماتیک سیستم صحبت می‌کنن. ولی که آیا میشه در مورد دینامیک سیستم، یعنی که واقعا مثلا هامیلتونی یک سیستم، حالا شما هنوز هامیلتونی که نخوندید، مثلا اینکه لاگرانژی یک سیستم چی هست، خب به این زبان میگم بهتره. خب آیا میتونن در این زمینه حرف‌هایی بزنن؟ فعلا مسئله باز هست. بخشایی مثلا یه چیزایی دیدن، یه بخشایی هنوز ندیدن، نمیدونن، کامل نمیدونن. آیا میشه دینامیک سیستم رو هم کامل از نظر گروه بشه ساده سازی کرد یا تحلیل کلی درش به دست آورد یا نه؟ خب سوالی هست بچه تا اینجا در مورد این بعد این تاریخچه کوچولی که گفتیم؟ خیلی حالا اجازه بدید که بریم یه مفاهیم اولیه ریاضی که من میخوام فرض کنم این مفاهیم اولیه ریاضی رو هرچند شما خوندین، بلدین یا جایی شنیدین، ولی خب خوبه من تجربه بهم نشون داده، تجربه 2-3 ساله‌ای که درس دادم بهم نشون داده اکثر بچه‌ها مثلا اینا رو فراموش کردن یا ندیدن، مخصوصا بچه‌های فیزیک. خوبه که اینا رو یه مروری با هم دیگه بکنیم. این درس بچه‌ها همونطور گفتم مبتنی بر اثبات و مثل کورسی که ریاضی‌دونا میگذرونن توی نظری گروه‌ها مبتنی بر اثبات‌های اونچنانی نیست، بیشتر مبتنی بر درک و شهود ماست. این کورس ریاضی که برای فیزیکدونا داره ارائه میشه. ریاضی‌دونا برای اینکه نظری گروه رو کامل کنن اول میگم یک جبر خطی میخونن که اونجا در واقع مطالعه گروه‌های گسسته است. گروه‌های گسسته و بعداً یک درس دیگه دارن که اصلا اسم درس حالا مثلا گروه‌های پیوسته است، یعنی اونجا گروه‌های لی و گروه مربوط به اون رو اونجا میخونن و دوره یه درس ادوانس. طبعاً تمرکزشون رو اثبات‌ها و نتایج هست. ما اینجا اینجوری نیست درس ما مبتنی بر کاربرده، یعنی می‌خوایم مثلا قضیه رو بیان می‌کنیم و سریع می‌بینیم از قضیه استفاده می‌کنیم. هدف اون اثبات قضیه نیست. هر جایی ببینید جذاب هست اثبات هم می‌کنیم. درسته؟ در واقع منظور از جذاب هست چیه؟ آسونه. دیدیم آسونه اثبات می‌کنیم، دیدیم سخته خب بی خیالش میشیم. خب let's see. اگه سوالی چیزی هست بچه هم جا معادله دیفرانسیلی که می‌ریزی تابع‌گیری نمی‌تونه حلش کنه. تابع‌گیری یک روشه خب برای حل معادلات ناهمگن. خب و علل اصول تابع روش گرین به طور فاندامنتالی چیزی رو حل نمی‌کنه. این نکته که باید بهش دقت کنیم. به شکل فاندامنتال یک مسئله رو حل نمی‌کنه. یک روش فاندامنتال برای حل مسئله نیست.
حالا اینجا معنی که وقتی میگیم فاندامنتالی یک معادله رو حل کنید یعنی چی؟ یک درش دقیق‌تر توضیح بدم. در واقع یک روش ساده سازیه. یک روشی که جواب یه مقدار کلیرتر میشه براتون. خب ولی اون محدودیت خاص خودش رو داره. شما فکر نکنید برای روش حل هنوز گرین که نخوندید. روش گرین خوندین؟ روش گرین نخوندید. درسته؟ بیشتر تو پارشال دیفرنشیال ایکویشن ها مثلا اونجا کاربرد داره. و برای یک سری باندری کاندیشن های خاص مثلا نویمن حالا جان به هندسه مسئله بستگی داره. بله به هندسه مسئله ربط داره. ولی میگم مسئله رو یه جایی میتونید با گرین مثلا شما روش گرین میتونید مسئله رو تحلیل کنید حل کنید. یه جایی نمیتونید. با روش‌های دیگه استفاده کنید. خب بریم بچه یه سری ابزارهای ساده ریاضی، مفاهیم اولیه ریاضی رو با هم دیگه مرور کنیم. خب از کجا شروع کنیم؟ ببینیم کدوم ماژیک خوبه. نتیجه میگیریم جنس خوب رو زمین نمیمونه، بردن. خب بچه فصل اولمون مفاهیم اولیه. خب یک بذارید این آیش رو پاک کنم. خب این بیلدینگ بلاک هایی که در واقع برای درک اولیه آجوره خشت اول رو که بیچینیم ببینیم اون واژگانی که تو این درس خیلی استفاده می‌کنیم مبتنی بر چی هست. خب یه سری واژگان ریاضی هست، یک سری مفاهیم اولیه ریاضی هست. خب خیلی مفاهیم ساده‌ان، خیلیاتون خوندید مفاهیم. اولین مفهوم ست هست بچه‌ها. خب من ست رو تعریفش نمی‌نویسم چون که در واقع یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم تو ریاضی از تعریف خیلی خاصی بهش در واقع تعریفش خودشه. ست یعنی چی؟ مجموعه از اشیا که چیکار میکنن؟ هیچی، مجموعه از اشیا ریختیم تو گونی. درسته؟ هیچ قرار نیست ساختار روشون باشه فعلا. ریاضی‌دونا بهش میگن ست. درسته؟ ما هم بهش میگیم ست. پس هر وقت گفتم ست یعنی مجموعه از اشیا بدون هیچ گونه ساختار، هیچ تأکید رو ساختارشون نداریم. ممکن ساختار داشته باشن، ممکن ساختار نداشته باشن. مثلا مجموعه از صندلی‌های این کلاس به علاوه شما میشید یه مجموعه از اشیا. یا مجموعه از اشیا تو این دنیا، مجموعه ذرات تو این دنیا مستقل از که چه نوع ذره‌ای هستن، چیکار میکنن، چیکار نمیکنن، یه ست تشکیل میدن. یک مفهوم ذهنیه، یک کلاسیفیکیشن تو ذهن ما که کلاسیفای کردیم. خب مفهوم بعدی که خب این مهمه، مفهومی هست به اسم گروپ. خب حالا گروپ چیه؟ خب همون مجموعه از اشیاست، دوباره یه سته. خب که روشون یک ساختار وجود داره بچه‌ها، یک ساختار خیلی خیلی ساده. یعنی ساده ترین ساختاری که میتونیم روی مجموعه از اشیا بذاریم. خب ساختار یعنی چی بچه‌ها؟ ساختار یعنی اینکه بگید اشیا دارن چی سر هم در میارن، چه ارتباطی با هم دیگه دارن. خب این اصطلاح ما بهش میگیم ساختار. ساختار این که چه رابطه‌ای میتونن با هم دیگه برقرار کنن یا چه بر سر هم دیگه در بیارن. و میخوام اینو بنویسم، اول مینویسم و بعد توضیح میدم. خب
a group G، یه گروه هم مثلا با G نشون میدم مخفف گروه، is a set مثلا G1 G2 تا الی آخر، یک مجموعه از اشیاء به اسم G1 G2 تا الی آخر together with an operation called group operation یا group multiplication بهش میگن، ضرب گروه. که ما این رو حالا فعلا اجازه بدید با یک دایره کوچولو نشون بدیم، یک ضربه، یه نوع ضربه که ضربه حالا دقیقاً چیه با توضیح بدم. such that این خواصی که میگیم ارضا کنه، رابطه بین اشیا این شکلی باشه. خاصیت الف یک، بذار با یه رنگ دیگه بنویسم که این خواص هست که مهمه. یک، اینجا پس یه ضرب، پس یه مجموعه G یه مجموعه از اشیاء، خب یک ستی از اشیاء G1 تا الی آخر و که بین اینها یک ضرب تعریف شده که این ضربه باید چیکار کنه. یک، اینکه این اشیاء وقتی در هم دیگه ضرب میشن با این ضربه تو گروه تو G باقی بمونه، تو از ست ما بیرون نره، خارج نشن از ست ما. در نتیجه اگه GI مثلا یکی از این G ها که عضو G و GJ که اینم عضو Gه، عضو ستمونه، در نظر بگیریم اون وقت GI ضرب داره GJ، اینم باید یه عضو بشه توی G، یعنی یکی از این G ها بشه دوباره، درسته؟ یعنی اینم باید یه عضو جدید بشه توی G، یعنی چی؟ ایشون هم عضو G بمونه. مثلا به این خاصیت چی میگیم تو ریاضی بچه‌ها؟ کلوزر، بسته بودن. بسته بودن تحت یک عمل. این خاصیت بسته بودن یا کلوزر هست. خاصیت دو که خیلی خاصیت مهمیه، میخوایم این خاصیت هم داشته باشه. این که اگه شما مثلا بیاید G و I رو در G J ضرب کنید و بعد یه G دیگه بیاید تو این ترکیب ضرب کنید، بتونید جای پرانتزا رو عوض کنید. یعنی چی؟ یعنی این بچه‌ها، یعنی G I ضرب داره مثلا G J که ضرب داره G K شده، یعنی اول G J رو در G K ضرب میکنم، خب توی G دیگه، توی G بزرگ هست، درسته؟ از شرط اول. بعدش این نتیجه رو، این موجود جدید رو از این ور G I رو توش ضرب کنم، یک G دیگه از این ور توی این ترکیب ضرب کنم. خب این مساوی باشه با اینکه این دوتا رو اول ضرب کنم بعداً در این ضرب کنم، یعنی G I رو اول توی G J ضرب میکردم بعداً توی G K ضرب میکردم. به این خاصیت چی میگن تو ریاضیات؟ اسوشیتیویتی یا شرکت پذیری. خب خاصیت بعدی که میخوایم این مجموعه ما داشته باشه، ساختار مجموعه ما این در واقع خاصیت داشته باشه، اینه که یه عضو توی این جی وجود داشته باشه بچه‌ها که اثری رو بقیه اعضا نذاره. یعنی چی؟ یعنی که اون عضوه اگه بیاد تو بقیه اعضا ضرب بشه خود اون اعضا رو پس میده.
مثلا عضوی وجود داشته باشه به عنوان عضو یک یا عضو آیدنتیتی یا عضو خنثی. درسته؟ میخوایم اینم وجود داشته باشه. در نتیجه میخوایم وجود داشته باشه یک جی یکی عضو، یا دوست داری اسمش بذاری جی صفر، من جی یک نشون میدم، عضو جی به طوری که چی بچه‌ها؟ به طوری که جی آی برای مثال یکی از اعضای دلخواه اینجا رو برداریم ضرب در جی یک کنیم مساوی باشه با اینکه جی یک رو در همون عضو ضرب کنیم، یعنی ترتیب این ضربه از کدوم برم توش ضرب بشه اهمیتی نداشته باشه ها، و این مساوی باشه با چی؟ جی آی. در واقع به جی یک میگیم عضو خنثی یا آیدنتیتی. این وجود عضو آیدنتیتی هست. existence identity وجود عضو. این عضو حتما یکتا هم در میاد، یعنی اگه اینجور چیزی وجود داشته باشه حتما یکتاست. الان با هم دیگه میبینیم. خب و آخرین شرطی که میخوایم این جی داشته باشه که تا بهش بگیم گروپ به معنی ریاضی، این هست که هر عضوی عضو وارون داشته باشه. عضو وارون داشته باشه یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی اگه اون عضو تو عضو وارونش ضرب بشه، آفرین، بهتون عضو خنثی رو پس بده. درسته؟ و اون عضو وارونه حتما باید، اگه مثلا فرض کنید جی 2 دارید، عضو وارونش هم باید توی این جی وجود داشته باشه، نمیشه خارج از جی باشه. و حتما توش باشه که دیگه میگیم گروپ. بینا بگیم گروپ. پس مثلا بذارین شکل به ازای هر جی آی خب وجود داشته باشه یک عضو یکتا هم باید باشه. برای هر عضو یکتا باشه. یک مثلا جی دیگه ای که بهش میگیم جی فرض کنیم مثلا منهای یک آی، اسمشو میذارم جی منهای. دقیقاً این منهای یک نماده، نباید فکر کنید به توان منهای یک رسیده، یک نماده. یعنی این جی ها که اشیاء ابسترکت یعنی نمیدونیم چی هست. درسته؟ مثالاشو هنوز نزدیم. خب به طوری که چی بچه‌ها؟ به طوری که جی آی ضرب در جی آی منهای یک مساوی بشه با جی آی منهای یک. بچه اینم ببخشید عضو جی باید حتما باشه. شرط اینه در واقع، اینکه اگه جی آی عضو جی باشه، پس بذارید اصلا درست بنویسم، به ازای هر جی آی عضو جی وجود داشته باشه یه جی آی منهای یک عضو جی که یکتا هم هست، به طوری که جی آی او جی آی منهای یک مساوی با جی آی این مساوی بشه با چی بچه‌ها؟ همون المنت واحد، همون عضو واحد، عضو یکه. حالا این پس بهش میگن یونیک اینورس، existence of unique inverse. خب حالا هر مجموعه‌ای که بچه‌ها از اشیا که شما بتونید بین اون اشیا یک رابطه ضربی تعریف کنید، که این ضرب هم دقیقا نگفتم چه ضربیه، ممکنه گهگاهی جمع باشه، عمل جمع ممکن اصلا باشه، یه چیز کلیه، با یه دایره نشونش دادم که بگم هر چیزی میتونه باشه، به طوری که این خواص ارضا بشه. اون وقت شما به این مجموعه جی میگید مجموعه جی دارای ساختار گروهه، یا خود جی مجموعه جی یک گروه تشکیل میدن. این اشیا تشکیل یک گروه میدن. جان نمیتونیم تا مجموعه جی تشکیل گروه میده، بعد خود اپراتورش هم بیاریم، یعنی جی و دارم میگم دیگه، جی که together with چی an operation، با یک عمل این عمل باید وجود داشته باشه بین اینها، وگرنه میشه ست، یک گروه نیست. درسته؟ اینجا بچه‌ها یه ست داشتیم، ست رو یه مقدار غنی‌ترش کردیم، یه ساختار بهش دادیم اسم ساختار گروه، اسمش رو گذاشتیم گروپ. درسته؟ حالا همینطور می‌بینیم جلو اینا رو سعی کنیم غنی و غنی‌ترش کنیم. ریاضیات این شکلیه. ریاضیات یک ساختارای ساده رو هی غنی و غنی‌تر می‌کنیم، چیزای بیشتری بهش اضافه می‌کنیم، مثل ساختمون که اولی اسکلته،
و یه چیز کلیه، هی دیوار بهش اضافه میکنیم، سیم برق بهش اضافه میکنیم، درسته، هی خوشگل و زیباتر و مدرن‌ترش میکنیم طوری که کاربردی بشه. جان انگیزه تعریف این 4 تا خاصیت چیه؟ توضیح میدم براتون حتما که انگیزه چیه. چرا اساسا این داره تقارن بهتون در واقع از تقارن داره صحبت میکنه حتما براتون. درسته؟ فعلا به عنوان یک تعریف از من بپذیرید که ما به اینجور شی میگیم، به اینجور مجموعه میگیم یک گروه. حالا مثالش هم با هم دیگه میزنیم. دیگه سوالی اگه هست در مورد این 4 تا اکسیوم. دقت کنید چه اکسیومه. یعنی که این چیز اثبات شده، این تعریفه. دیفینیشنه. و من دارم یک تعریفی رو براتون اینجا انجام میدم. میگم که اگه یک مجموعه از اشیا داشته که تحت یک عملی، یعنی روشون یه عملی تعریف شده بود، به طوری که عملی خواص رو بهتون میداد، به اون بگید گروه. به اون بگید گروه. معادلات جبری هم خواستیم حل کنیم. حالا یک درس پیش دانشگاهی قبلا بوده که اون اول میومد اصول موضوع تعریف می‌کرد و معادلات جبری رو با هم نمی‌دید. دقیقاً. اصلا کل ریاضیات این شکلیه. کل ریاضیات بر اساس اصول موضوع است. یعنی کل ریاضیات ما این شکلی بنا می‌کنیم. ریاضیات رو اول این اشیاء ریاضی اشیاء ابسترکتی، یعنی تو ذهن ما. درسته خیلیاشون از خارج از دنیای واقعی ابسترکت شدن تو ذهن ما. ولی نهایتاً ابسترکشن، یه عمل ابسترکشن. یعنی مثلا یکی ازتون بپرسه دو چیه، شما نمیتونید بگید دو چیه. دو یه ابسترکشنیه از 2 تا صندلی که تو ذهن شماست. درسته؟ اینم اینه. حالا میریم جلوی میبینی ساختار بیشتر ریاضی تعریف میکنیم. به مثال شما بردارها رو حالا خوندید تو دبیرستان و توی دانشگاه خب سال اول ازش استفاده کردید. ولی نکته بامزه اینه که بردارها یه سری خواص دارن که اون خواص ما میتونیم ابسترکت کنیم تو ذهنمون و حالا هر شیء که اون خواص داشته باشه به اونم بگیم بردار. مستقل از اینکه حالا اون برداری که کشیدین یه پیکان باشه یا پیکان نباشه، اصلا لازم نیست پیکان باشه. پیکان به عنوان یک بردار رسم بشه نیاز نیست. اون پیکان هایی که میکشیدید آره بردارن، ولی بردارا چیزای دیگه هم میتونن باشن، لازم نیست اونو باشن که تو این درس توضیح میدم. ساختاری که کمترین در واقع اکسیوم رو داره 3 ته. خب همین که جمعشون کردی توی گونی یه ساختار دیگه نوعا. درسته؟ چی؟ خب مونوید چیه؟ 3 تا اکسیوم داره. خب نه درست میگید. این مثلا رینگ ها دور رینگ داریم. خب اینها درست ساختارشون کمتر و کمتره. خب اولین ساختاری که اینجا برای ما مهمه و کمترین در واقع بیلدینگ بلاک این داستان ماست اینه، گروه. بله میتونید اشیاء دیگه ریاضی هم پیدا کنید که یعنی برگردید قبل‌تر. مثلا ما سمای گروپ داریم. سمای گروپ مثلا عضو آیدنتیتی ممکنه نداره یا مثلا چیز نداشته باشه، عضو معکوس نداشته باشه، از این چیزا. خب نیاز نیست مثلا حالا حتما جی یه سری از اشیاء با یه عمل که مثلا فرض کنید اصل این شرط سوم مثلا دیگه فرض کرد نیست. درسته؟ یا هر چیز دیگه. ولی اینجا توی فیزیک ما الان این برام باشه. اینجا یک چیز در مورد این ضرب وجود داره که من فرض نکردم این ضربه جابجا پذیره. یعنی فرض نکردم که اینجا جزء تعریف نیاوردم که مثلا اگه جی آی در جی جی ضرب بشه این حتما لزوما مساوی است با جی جی بیاد توی جی آی ضرب بشه. استفاده نکردم. کجا استفاده کردم؟ تو این دوتا میگید. تو این دوتا فقط این شرط رو گذاشتم برای عضو یکه که آره از چپ و راست ضرب بشه تساوی داره و عضو وارون هر شی برای اون شی. درسته؟ چی؟ نه لزوم نیست که این رابطه برقرار باشه حتما. یعنی این برقرار باشه لزوما این برقرار نیست. این شرط برقرار باشه خب مطمئن نیستم اینجوری باشه. یک مثلا گروه ها رو تو ابسترکت الجبر وقتی تعریف میکنن مثلا اول این شکلی تعریف نمیکنن. مثلا عضو یکه رو مثلا یکه راست به یکه چپ میگن. یعنی مثلا نمیگن که مثلا این تساوی لازم نیست برقرار باشه اول. درسته؟ برای وارون همین داستان این وارون چپ و وارون راست رو تعریف میکنن. من اینو خیلی مطمئن نیستم.
ولی تو فیزیک واقعا اینه که ما بارون چپ و بارون راست برام اهمیتی ندارم. یه بارون یک. خب هرچند بچه‌ها اینجا پس اینجا جی آی ضرب در جی جی لزومی نیست مساوی باشه با جی جی در جی آی. درسته؟ لزومی نداره اتفاق بیفته. اگه اتفاق بیفته یعنی شما یه گروهی داشته باشید این شرط اضافه هم وجود داشته باشه، به این گروه چی میگن؟ گروه آبلی. به افتخار آقای آبل بهش میگن آبلیان گروپ، یا فیزیکدونا بهش میگن کامیوتیتیو گروپ یا گروه جابجا پذیر. گروهی که ضرب توش در واقع اوردر ضرب مهم نیست، ترتیب ضرب مهم نیست. مثلا G3 ضرب G4 مساوی با G4 ضرب G3 و نه فقط برای دو تا عضو خاصه، برای تمام اعضا این ترتیب ضرب مهم نیست. این گروه بهش میگن گروه آبلی که مثالش ان شاءالله خواهیم زد. اما بذارید قبل اینکه بریم یه مثال بزنیم یه تمرین ساده همینجا با هم دیگه انجام بدیم. مثلا چرا اگه عضو یک که داشته باشید حتما عضو یکتاست؟ یعنی در نمیاد که اون عضو یکتا نباشه. چی؟ با برهان خلف میتونه اثبات کنی. خیلی اثبات ساده است. اثبات تو جبر معمولا ابسترکت الجبر اثبات نوعا اون چیز کلی اثباتشون خیلی ساده است. مثلا بیاید با هم دیگه انجام بدیم. فرض کنیم که اینجوری نیست. برون یک تمرین ساده. مثلا فرض کنید شما یه دونه G1 دارید به عنوان عنصر خنثی. یه عنصر دیگه هم دارید عین همینه. مثلا اسمشون بذاریم G1 پرایم. اینم خنثی است. درسته؟ پس هر عضوی تو اینا چه از چپ چه راست ضرب بشه همون عضو رو پس میده. خب بیایم این دو تا رو در هم ضرب کنیم. الان فرض که این باشه شرط چهارمون باید کدوم یکی رو بده؟ G1 بدون بده یا G1 پریم؟ همین سوال اینه دیگه. من ادعایی که میکنم که این خود به خود یکتایی رو بهت میده. یعنی این اگه شما یه G1 داشته باشید که این رابطه رو برقرار کنه، عضو آیدنتیتی باشه، حتما یکتا در میاد عضو آیدنتیتیتون. حتما عضو آیدنتیتیتون یکتا در میاد. مثلا الان اینجا برهان خلف زدیم. گفتیم فرض کنید G1 عضو آیدنتیتیه، یه عضو آیدنتیتی دیگه هم داریم اسمش رو گذاشتیم G1 پرایم. درسته؟ خب چون اینا آیدنتیتی هم پس در همدیگه هم ضرب بشن، باید منجر بشن به چی؟ خودشون و در چه آیدنتیتی. چون شرط آیدنتیتی اینه دیگه. GI توی G1 ضرب بشه مساوی با G1 توی GI مساوی با GI. در چه فرض کنید یه لحظه فرض کنید G1 پرایم همون، خب یعنی این دوتا فرض کنید آیدنتیتی هن. خب اگه اینجوری باشن اون وقت G1 و G1 پرایم باید بشه چی؟ خب چون ایشون آیدنتیتی تو هر چی ضرب بشه با خود اون چیزو بده، پس باید بهتون بده G1 پرایم. یه لحظه که G1 پرایم آیدنتیتی رو فراموش کنید، باید G1 پرایم بده دیگه. از طرف خود G1 پرایم هم ادعا کرد یه آیدنتیتیه، پس G1 پرایم در هر چیزی ضرب بشه با خود اون چیزو بده. پس این بر باید مساوی با G1 هم باشه. درسته؟ پس این بهتون میگه G1 پرایم و G1 با هم دیگه یکی ان، یه چیزه. پس یک تاس اون عضوتون. درسته؟ خب خب بریم چند تا مثال بزنیم بچه‌ها با هم دیگه. مثال‌های از گروه‌ها بزنیم که ببینیم چه چیزایی میتونن گروه باشن و ساختار گروه داشته باشن. خیلی از چیزایی که شما ریاضیاتی که تو فیزیکتون خوندید همه اینا بچه‌ها اکثرا این اشیا ساختار گروه دارن، فقط بهتون نگفتن. پاک میکنم. خب این پس یه سری مثال بزنیم. خب مثال شماره 1.
خب اولین مثال پرمیوتیشن ها یا جایگشت های بین نقاطه. تمام جایگشت های بین چند تا نقطه رو میتونم بهتون نشون بدم، تشکیل گروه میدن. خب بذارید با 3 شروع کنم ها، یعنی زیادش نکنم. 1 و 2 و 3، یعنی جایگشت های بین 3 تا نقطه که نقطه شماره 1 رو اسمش گذاشتم، نقطه شماره 2 و نقطه شماره 3. این مجموعه این جایگشت ها تشکیل یک گروه میده بچه ها. یعنی چی؟ بذارید المنت های اعضای این گروه رو بهتون معرفی کنم. یعنی چی جایگشت بین اشیا؟ فرض کنیم بچه‌ها 3 تا نقطه داریم. نقطه شماره 1، نقطه شماره 2 و نقطه شماره 3. بالا نوشتم. میخوام جای این 3 تا نقطه رو عوض کنم. به چند طریق میتونم جای این 3 تا نقطه رو عوض کنم؟ به 6 طریق. درسته؟ به اون 6 طریق رو بنویسیم. مثلا جای هیچ کدوم رو عوض نکنم. این یه راه دیگه، نه؟ یعنی که 1 2 3، 1 بره به 1، 2 بره به 2، 3 بره به 3. جای هیچ کدوم اینا رو عوض نکنم. این رو این شکلی میتونیم، اینو معمولا این شکلی مینویسن. این مثلا 1 2 3 رفته به 1 2 3، یعنی اون چیزی که هر عددی رفته به اون رو زیرش مینویسن. خب دیگه چی کار کنیم؟ مثلا 1 2 3 اینجا هم 3 تا نقطه 1 2 3. مثلا 3 بره به 3، جایگشت که می‌بینیم 3 رو دست نمیزنیم، ولی جای 1 و 2 رو عوض میکنیم. یعنی 1 رو میبریم به 2، 2 رو هم میبریم به 1. خب اینو چه شکلی نشون میدیم با این نماد؟ دقیقاً این ماتریس نیست، با ماتریس قاطی نکنید. نمادیه تو جایگشت. دامنه رو بالا می نویسیم، برد و پایینش می نویسیم. 1 رفته به 2، 2 رفته به 1، 3 هم رفته به 3. دقت کنید بچه‌ها، این باید رابطه 1 به 1 باشه. یعنی جایگشت یک عمل 1 به 1، یعنی هر نقطه‌ای بینه به یه نقطه و فقط به یه نقطه. درسته؟ و پوشا هم هست، یعنی تمام نقاط رو به هر حال جایگشت میدیم. خب این شد یک عمل دیگه. دیگه چه عملی داریم؟ ساعت چنده؟ جان؟ 10:24. خب یه چیز متفاوت دیگه بگید. مثلا 1 رو دست نزنیم، 2 بره به 3، 3 بره به 2. درسته؟ اینم یکی دیگه است، با اینا فرق داره. اینم یه عمل دیگه است. یعنی 1 2 3، 1 رفته به 1، 2 رفته به 3، 3 هم رفته به 2. خب یکی دیگه. فقط دارم اشیا رو معرفی میکنم و هنوز رابطه بین اشیا رو تعریف نکردم که تشکیل گروه میده. خب دیگه چی بچه‌ها؟ 2 بره به 2، مثلا 1 بره به 3، 3 هم بره به 1. این هم یه حالت دیگه. دیگه چه حالتی داریم؟ اینم پس بذارید بنویسم. شد تا اینجا 4 تا، نه؟ 4 تا پرمیوتیشن رو تا حالا نوشتم. دو تا دیگه میمونه.
1 2 3 1 2 3. خب 1 بره به 2. خب 1 بره به 2. 2 بره به 3. 3 بره به 1. درسته؟ اینم یه حالت دیگه است. پس اینم بذارید شکل ریاضیشو اینجوری نشون بدیم. شکل هندسیش که این شکلی. پس 1 رفته به 3، 2 رفته به ببخشید 1 رفته به 2، 2 رفته به 3، 3 هم رفته به 1. خب آخریش 1 2 3 1 2 3. خب 1 بره به 3. 2 بره به 1. درسته؟ و 3 هم بره به 2. درسته؟ 1 2 3. پس 1 رفته به 3، 2 رفته به 1، 3 هم رفته به چی؟ 2. چیز دیگه میمونه بچه‌ها؟ این ترتیبی دیگه میمونه من جای اینا رو بتونم عوض کنم جای 1 2 3 رو؟ نمیمونه دیگه همه رو انجام دادم دیگه. حالا همه اینا رو بچه‌ها بریزید توی گونی. این در واقع یه ست. همه اینا رو با یک ست در نظر بگیرید. اعضای یک ست. میخوام بین اینا یک ضرب تعریف کنم. یک عمل میخوام بین اینا تعریف کنم. عمل رو چجوری تعریف میکنم بچه‌ها؟ مثلا اسم این عضو رو بذاریم چی؟ مثلا اسم این عضو رو بذارید نامگذاری کنم. مثلا اسمش رو بذارم این شکلی در نظر بگیر بچه‌ها. عضو ای. یعنی هیچ کاری نکردم. اسمش رو گذاشتم ای. خب مثلا اسم اینم بذار یک نمادگذاری بکنم که قابل استفاده باشه. مثلا اینجا می‌بینید بچه‌ها 1 رفته به 2، 2 هم رفته به 1. خب اجازه بدید اینو این شکلی نشون بدم. یک نمادی هست برای ریاضی‌دانای تنبل خوبه. فیزیکدانان خب خیلی تنبلن، از این نمادگذاری کاملا استقبال میکنم. 1 رفته به 2 پرانتز بسته، معنیش اینه که وقتی رسید به ته پرانتز برگردی اول پرانتز. 2 هم رفته به 1. وقتی یه 3 هم میمونه دیگه. وقتی برای 3 چیز در واقع این شکلی باید بنویسم. یه پرانتز دیگه هم بنویسم اطلاعات در مورد 3 بهتون میدم که خب 3 تو یه پرانتز این 3 رفته به 3. قرار برسه به انتهای پرانتز برگردی ابتدای پرانتز دیگه. درسته؟ این نمادیه دیگه. وقتی تک پرانتزا رو معمولا نمی‌نویسن، میگن خب شما به یاد داشته باشید اونجایی که تک پرانتزه یعنی که اون عدده به خودش رفته، نیاز نیست بنویسیدش. این شی هم شکلی نشون بدید. دیگه چی؟ مثلا این شی رو حالا شما نامگذاریشو به من بگید. مثلا چه شکلی نشون؟ شکل نمادین. 1 رفته به 1، وقتی 1 رو با توی پرانتز بذارن قرارش اینو ننویسیم هیچ وقت. 2 رفته به 3، 3 هم رفته به 2. یعنی 2 رفته به 3، 3 رفته به 3. در پرانتز ببند. 3 رفته به 2 پرانتز ببندید اینجا. خب بعدیش حالا دوباره اینو به من بگید. 1 رفته به 3، یعنی اول 1 بنویسم که رفته به 3. درسته؟ بعد 3 رفته به چند؟ 3 رفته به 1. در پرانتز ببندید. 2 هم که رفته به 2. خب این یکی چی بچه‌ها؟ این با یه نماد به من بگید بنویسم. 1 اول 1 پس رفته به 2. 2 رفته به چند؟ 2 رفته به 3. طبیعتاً 3 دیگه مجبوره بره به 1. پرانتز بسته. درسته؟ آخریش چی؟ 1 رفته به 3 ولی 3 رفته عدد بعدیش 2. 2 دوره طبیعتاً باید برگرده به 1. درسته؟ خب این سه تا.
بذار با این سه تا نماد کار کنیم. معنیش هم خیلی واضحه. وقتی براتون یه چیزی نوشته، یه پرانتز نوشتن تو این نماد گذاری، شما میدونید اولی میره به دومی، دومی میره به بعدی، بعدی باید برگرده به ابتدای پرانتز. پس همه چی کامل واضحه. نماد گذاری خیلی شفافه. نماد گذاری خوب نماد گذاری که شفاف باشه بچه‌ها. بهتون بیشترین اطلاعات ممکنه در کمترین جای ممکن بهتون بده. خب حالا میخوام بین اینا ضرب تعریف، بین این اشیا میخوام ضرب تعریف کنم. این اشیا دارن چیکار میکنن بچه‌ها؟ دارن جای 1 و 2 و 3 رو عوض میکنن. حالا ضرب دو تا شی، ببینید ضرب بچه‌ها یعنی تکرار یک عمل. یعنی پشت سر هم یه عمل رو انجام دادن یا چند عمل رو انجام دادن. درسته؟ مثلا شما وقتی عدد 2 رو در عدد 3 ضرب میکنید، مثلا این معنیش یعنی چی؟ تو دبستان بهتون چی یاد دادن؟ آفرین. گفتن که آقا اول اون 3 میگه 2 ضرب در 3. میگه خب 3 تا عدد 3 تا سیب در نظر بگیرید. حالا 2 تا بسته سه تایی. درسته؟ یعنی اون 2 رو اعمال کنید رو بسته سه تاییتون. اینجا هم همینه، معنیش همینه دوباره. یعنی ترتیبه، یه نوع ترتیبه عمل ضرب. یعنی که مثلا من وقتی میام که این عضو تو این عضو فرض کنید ضرب میکنم، معنیش اینه. اول این جایگشت رو در نظر میگیرم، بعدش جایگشت جدید رو این جایگشت قدیمی اعمال میکنم. یه جایگشت جدید دست بیارم. چون جایگشت همیشه میشه یه جایگشت. درسته؟ قبول دارید اینو؟ جایگشت یعنی جای چند تا شی رو جایگشت بدید، یه بار دیگه جایگشت بدید، خب میشه یه جایگشت جدید. کلوزر بودن جایگشتی حفظ میشه، نه؟ یعنی جایگشت‌ها بسته هستن تحت عمل جایگشت. خاطر همین قرار اینجا نقش گروه بازی کنن جایگشت‌ها. خب پس بذار اول اینو معنی کنیم، یا بار با هم دیگه سعی کنیم مثلا معنیش کنیم. مثلا بچه‌ها فرض کنید که مثلا میخوام اینو برای مثال نمیدونم بیام تو این ضرب کنم. پس میخوام بیام عضو 1 2 رو ضربش رو تعریف کنم در عضو 1 3. با توضیح بدم ضرب با چه شکلی انجام بشه تا ضرب تعریف شده باشه. خب ببین بچه‌ها، اول اینو باید در نظر بگیرید. عضو این 1 3 یعنی چی؟ 1 3 این کارو میکرده. 1 2 3 رو میبرده به چند؟ 1 رو برده به 3، 2 رو برده به چند؟ خودش این، و 3 رو برده به 1. قبول دارین؟ حالا باید جایگشت بعدی رو اعمال کنیم. جایگشت بعدی چی کار میکنه بچه ها؟ جایگشت بعدی کاری که میکنه نقطه اول رو میگیره میبره به نقطه دوم. نقطه اول ما الان اینجا 3. درسته؟ 3 رو باید ببره به چند؟ به نقطه دوم، به 2. در چه اینجا؟ باید ببره به 2. درسته؟ خب بعدش ایشون ببخشید بله الان اینجا کار بعدی که اتفاق میفته، خب ایشون کاری که میکنه نقطه 2 رو میبره به چه نقطه دومی رو میبره به نقطه اولی. اینجا واضحه دیگه، نه 2 میره به 1، پس نقطه دوم رو میبره به 1. از اینجا میتونید واضح ببینید بچه، نگاه کنید. اول این داره اعمال میشه دیگه، 1 رفته به 3. درسته؟ من اشتباه نوشتم ببخشید بچه، یه لحظه این باید درستش کنیم. یعنی اون تفسیری که کردم این شکلی، ضرب رو این شکلی تعریف کنید. اجازه بدید بذارید زیر هم بنویسم واضح بشه این شکلی. اول این جایگشت داره اعمال میشه، بعدش جایگشت بعدی داره اعمال میشه. جایگشت بعدی 1 3. شما بگید شکلشو من بنویسم. آره نه میخوام اول اون خودشو بنویسم. 1 2 3 یعنی این جایگشت رو میخوام بنویسم چیه که رفته به چی بچه‌ها؟ نه اصلا کاری ندارم. این جایگشت بخشی 3 2 1. کدومو اول نوشتم؟ دارم قاطی میکنم. بخشی 1 2 رو میخواستم بنویسم. بله اینو میخوام. اینو اول نوشتم چون اول این اعمال میشه، بعدا این پشت سرش اعمال میشه. درسته؟ خب این اولیه. حالا دومی چیه؟ اینه که هست
1 2 3 رو ایشون میبره به 2 1 3. حالا این دوتا رو میخوام ترکیب کنم. یعنی ترکیب دوتا نگاشته بچه ها. اصلا جایگاهش خودشه که نگاشته. در اینجا ترکیب دوتا نگاشته. یعنی من میخوام بدونم ترکیب این دوتا 1 2 3 رو به چی میبره؟ 1 2 3 اولیه رو به چی برده؟ خب بریم با هم دیگه نگاه کنیم. خب 1 در ابتدا رفته به 3، ایشون ولی 3 رو برمی‌داره میبره به چند؟ 3. در چه 1 باید بره به 3 نهایتاً بچه‌ها. درسته؟ ترتیب نگاشته دیگه. دو تا نگاش پشت سر هم داره اعمال میشه. اف او جیه. نگاشته اف او جی. خب یعنی برد ایشون، برد نگاشته بالا میشه دامنه تازه نگاشته پایینی. خب بریم بعدی. الان خب ببینید 2 میره به چند؟ دقت کنید بالا همیشه باید 1 2 3 باشه. پایین برد نهاییه. خب الان ایشون 2 رو برده به چند؟ 2 رو برده به 2. حالا این میشه دامنه پایینی. خب ایشون 2 رو میبره به چند همیشه؟ 2 رو میبره 1. پس 2 نهایتاً باید بره به 1. بعدی اصلا نیاز نیست فکر کنید. یعنی نیاز نیست حالا حساب میکنید ولی بعدی چون اینجا 3 1 فقط عدد 2 میمونه. درسته؟ این باید حتما 2 باشه که درست هم است. نگاه کنید. 3 میخوایم ببینیم به چند میره. خب نگاشت اولی 3 رو برده به 1، نگاشت بعدی 1 رو برده به چی؟ 2. پس نهایتا اینجا باید 2 بشینه. درسته؟ گیج نشید بچه‌ها، این ترکیب نگاشتاست. یه راه خیلی ساده محاسبه جان. میای بینشون جابجایی یعنی ترکیبش می‌کنی. در مورد اولی، دومی، سومی داریم بحث می‌کنیم یا می‌خوایم بدونیم 1 2 3 ببین تعریف این گروه P3 که مجموعه تمام ایناست، این 6 تاست. خب اینه که 1 2 3 میرن به چی؟ درسته؟ حالا ضرب بین این اشیا رو این شکلی تعریف میکنم که ترتیب این اعمال اشیا که 1 2 3 رو به چی بردن. اولی میاد 1 2 3 رو مشخص میکنه میبره به چی. دومی میاد اعدادی که ایشون برده به یه چیزه رو برمیداره میبره دوباره به 1 2 3 جدید که ببینیم چیا هستن. یعنی خیلی اسمشون نیست، ترتیبشون. ترتیب مهمه بله. خب یه راه خیلی ساده بچه‌ها، مثلا من خودم این شکلی نمی‌نویسم مثلا خیلی سریع. خیلی این نمادگذاری یه خوبی داره که خیلی سریع بهتون اطلاعات میده. الان ببینید الان این دوتا رو که ضرب کردیم شد این کدوم عضوه بچه‌ها؟ با تو اینا باشه. چون ترکیب دو تا جایگشت همیشه یه جایگشته و من تمام جایگشت‌ها رو نوشتم. در چه باید اینجا وجود داشته باشه. کدومه؟ کدومشه؟ اینه نه؟ 1 3 2 1 3 2 درسته؟ در چه ایشون 1 3 2 یعنی تو نمادگذاری ما از این واضحه 1 رفته به 1 اول رفته به 3 رفته به 2. خب طبعا 2 باید مجبور برگرده به 1 که درست هم هست 2 میاد به 1. ولی یه راه خیلی محاسبه ساده است اینه که از همین استفاده کنید. خیلی خودتون اذیت نکنید. همین نتیجه میده. چه شکلی؟ این شکلی. اول اینو اعمال کنید. خب میخوام شروع کنم. میخوام ببینم 1 میره به چند. خب ایشون 1 رو برده به چند؟ 3. باش ایشون 3 رو میبره به چند؟ 3 رو میبره به 3. پس 1 رفته به 3. درسته؟ خب حالا سوال اینه که بعدیش چیه؟ آیا اینجا باید پرانتز رو ببندم یا 3 میره به 2؟ خب باید ببینیم چه اتفاقی میفته. درسته؟ باید بریم سراغ این. 3 رفته به چند؟ 1. خب ایشون 1 رو میخوره میبره به چند؟ 2. ایشون بعدش باید 2 باشه بچه. خیلی ساده میتونید انجام بدید. درسته؟ این تعریف ضرب. مثلا بذارید یه دونه دیگه با هم دیگه انجام بدیم. مثلا بچه بیاد اینو در این ضرب کنیم. راستی 1 2 ضرب در 1 3 آیا مساوی است با 1 3 ضرب در 1 2 به نظرتون؟ چه فکر میکنید؟ بیا ما هم امتحان کنیم ببینیم. یعنی سوالی که این ضربه جاشو میشه عوض کرد. بیا امتحان کنیم. 1 3 رو این بار میخوام بیام عضو 1 3 رو در عضو 1 2 ضرب کنم. خب ایده رو بهتون گفتم بچه‌ها. شروع کنید یه پرانتز بذارید از 1 مثلا شروع کنید اگه دوست دارید. خب از هر چیزی دوست دارید میتونید شروع کنید. اهمیتی نداره. مثلا از 1 شروع میکنید. 1. خب اول سوالی که 1 رو برده به چی؟ ایشون بعدا اونو به چی برده؟ 1 رفته به چی؟ 2. ایشون 2 رو برده به چند؟
2. در چی؟ 1 رفته به چند؟ 2. خب باید ادامه بدم. ببینم 2 رفته به چی؟ خب ایشون 2 رو برده به چند؟ 1. ایشون 1 رو برده به چند؟ 3. دیگه تموم شد. 3 تا بیشتر وجود نداره. نهایتا پرانتز باید بسته بشه بعد 3 تا. درسته؟ 1 2 3 ولی بالایی چی بود؟ 1 3 2. اینجا این دوتا عوض شد. این عضو با این عضو فرق داره. به نظرتون 1 2 3 آیا مساوی هست با 3 1 2؟ چرا مساویه؟ 1 2 3 کدوم بچه‌ها؟ 1 2 3 اینه نه؟ 1 2 3 اینه. خب اونجا 3 1 2 چیه؟ 3 1 2 یعنی 3 رفته به 1، 2 رفته به چند؟ بخشش 3 رفته به 1، 1 رفته به 2، 2 هم رفته به 3. همونه دیگه. در واقع بچه توی این نمادگذاری خوبی داره، میتونید بچرخونید. نه حق نداره جای دو تا عضو همینجوری عوض کنید. مثلا الان جای این دو تا رو عوض کنید غلط در میاد. یه عضو متفاوت به دست میاد. ولی میتونید روی دایره بچرخونید. یعنی چون که میدونید 3 رفته به 1، 1 رفته به 2. خب این همینو داره میگه دیگه. درسته؟ در یک جایگشت کلی میتونید توی یک جایگشت کلی تأثیری توی این جایگشت‌ها نداره. ولی اگه دو تا عضو عوض کنید خب هرچند برای دو عضوی‌ها نه، برای دو عضوی مهم نیست. مثلا اینجا 3 رفته به 2، درسته؟ 2 هم رفته به 3. جای این دو تا رو عوض کنید همون عضو قبلیه. یعنی تو نمادگذاری یه عضو یه چیز در نظر گرفته میشه. حالا یه ضرب دیگه شما به من بگید. مثلا اینو شما الان بگید با هم دیگه حساب کنیم. ببینیم ضرب این اشیا رو یاد گرفتید یا نه. مثلا 1 2 3 میخوام این عضو رو در چی ضرب کنم؟ مثلا در خودش ضرب کنم. 1 2 3 یه عضو میخوام در خودش ضرب کنم. خب شما به من بگید چیکار کنم؟ از 1 دوست دارید شروع کنید. از هر عدد دیگه هم میتونید شروع کنید. هیچ اهمیتی نداره. چون تهش یه جایگشت کلی بدید هیچ عوض نمیشه. خب با 1 شروع کنید. خب با اول نگاه کنید این 1 اولی به چی برده؟ نهایتا بعدی چیکار کرده؟ 1 رفته به چند؟ 2. ایشون 2 رو برده به 3. باشه 1 رفته به 3. دوره همین رو ادامه میدید. 3 رفته به چند؟ 3 رفته به 1 ولی ایشون 1 رو برده به چند؟ 2. دیگه 3 تا عدد نوشته شده دیگه امکان پذیر نیست چیزی که میخوام بنویسم. درسته؟ و این یه چیز متفاوته به نظرتون یا همون 1 2 3 متفاوته نه؟ جای این دوتا عوض شده. یه چیز متفاوت بهتون میده. خب جان 1 2 3 مگه خب این یه عدد این یه عضوه که در خودش ضرب شده. خب بچه حالا سوال اینه تحت این عملی که بهتون معرفی کردم آیا مجموعه جایگشت‌های ستایی که الان چند تا عضو داره؟ 6 تا عضو. چرا 6 تا؟ در واقع 3 فاکتوریل. یعنی به تعداد نقاط شما به تعداد فاکتوریل نقاط شما چی دارید؟ عضو دارید قطعا. این جیتون شامل همه ایناست. آیا مجموعه اینا رو اگه بریزم توی گونی اینا ساختار گروه دارن تحت این عمل ضرب تحت این ترکیبی که بهتون یاد دادم یا نه؟ یعنی این P3 که شامل 3 تا عضوه. یکی عضو همانیه که هیچ کاری انجام نمیده. 1 2 1 3 دیگه چی داریم بچه‌ها؟ 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا. خب جان ساعت چنده؟ 2:40. او من یک کلاس دیدم. خب جلسه بعد ادامه میدیم بچه. سلامت. سلام.
کدوم کلاس هست؟ 305 اگه 300 باشه قطعا